سلام علیکم. حال شما خوبه؟ وقت شما بخیر. الهی که قربونتون برم. الهی سایتون بالا سر این پسر احمق من باش. خدا از بزرگی کمتون نکن. این پسرم آوردم غلامتون بشه. اگه افتخار بدی قربونیش کنم واسهتون. من نیومدم عروس بگیرم، اومدم دختر بگیرم، اومدم تاج سر بگیرم. این پسر من از صبح تا شب سر کاره، حرف نمیتونه بزنه. من اومدم قربونیش کنم واسه شما. من با جون و دل بزرگش کردم. دختر شما رو با مغز و خونم، با استخونم بزرگ میکنم. جونم رو واسه دخترتون میدم. اگه بشه که این دوتا به هم برسن، من قربون شما برم. تو رو کی میگیره فتنه؟ توی آفت، تو چه آفتی بودی تو زندگی با افتادی؟ پسر بعد را به درگردی، پسر بعدم گرفتی، دنیایی به ایرادی. ما دشمن زیادشون نمیدونم کی تو کسافت ما معرفی کرد، کی تو رو معرفی کرد که آبرو حیثیت زندگی ما رو بردی. چی داری میگی؟ نمیبینی چجوری صحبت میکنه؟ نمیبینی چجوری جواب منو میده؟ چی شد؟ مامانت فراموش کردی؟ پشت به مامانت کردی؟ ای خدا تو دعا کردی، برای پسرم دعا گرفتی، فتنه پسرم بعدم گرفتی. خدا قلبم، آی قلبم، آی خدا منو بکش راحتیم، منو بکش راحتیم که پسرم منو فراموش کرده. خدا لعنتت کنه ایشالله که زندگی ما رو باید ایش کشیدی. بابا یه دقیقه باید